خوشی عجیب و غیر قابل باور سیتا قاسمی، هنرمند افغان در کشور آلمان. اما به چی دلیل؟ سیتا قاسمی از شوهر اولش چرا جدا شد و ای تا کنون ازدواج دیگر داشته است و یا هم خیر؟ گفتنی های تازه سیتا قاسمی برای تمامی علاقمندان و دوستدارانش افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی سیتا قاسمی که هرگز باور نخواهید کرد. این هنرمند کجاست؟ مصروف چی کار باری بود؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب دیدنی این کانال. برای حمایت بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. سیتا قاسمی هنرمند محبوب، چهره شناخته شده و مطرح در میان هنرمندان افغان است. علاقمندان و دوستداران خاصی داشته است. سیتا قاسمی در سال 2006 شروع به سرودن شعر برای هنرمندان افغان کرد. اولین کار هنری سیتا قاسمی با ولی اجازی بود، ولی این زمان ولی اجازی امتیاز آن آهنگ را برای سیتا قاسمی نداد. سیتا قاسمی بعد از آن که از همسر اولش جدا شد، راه هنر موسیقی را انتخاب کرد و آهنگ‌های بیشمار سرود که تاکنون آهنگ‌های عاشقانه و میهنی سیتا قاسمی مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار می‌گیرد. این دختر خانم هنرمند در کشور آلمان زندگی می‌کند و از همسر اولش دارای 2 فرزند است. با فرزندان زندگی خوش و آرامی دارد. سیتا قاسمی تازه تصاویرش نشر می‌شود که در کشور آلمان خودکشی کرده است، اما کاملا این تصاویر دروغ بوده است و گاهی در سفر به ترکیه است و گاهی هم به جرمنی. اما سیتا قاسمی زمان نخواسته است مانند دیگر هنرمندان افغان کنسرت برگزار کند و آهنگ‌های خوب سروده است که تاکنون آهنگ‌هایش بازدید میلیونی در صفحات مجازی از آن خود کرده است. ما هم در انتظار نشر تازه‌ترین کارهای هنری از این هنرمند خوش صدای افغان خواهیم بود. دوستداران و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با ما شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سیتا قاسمی به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید تا کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.